مریخیای ضرب المثل دارن که میگه معماهای بدون جواب ترسناکن، اما معماهایی که چند تا جواب دارن ترسناکترن. یه معمایی هست که یه جوون نخبه ایرانی درست کرده و خیلی ها رو گیج کرده. داستان از این قراره: یه نفر دم غروب توی جنگل تاریک گم میشه. یهو یه خونه میبینه، میره داخلش و میبینه توی تلویزیون نوشته شده سایه ها رو دنبال کن. نکته اصلی اینه که این چراغ رو هر جای بذاره سایه های متفاوتی به وجود میان. چراغ رو کجا باید بذاره که به جواب درست برسه؟ راهنمایی هم بخوام بکنم اینه که از اول کلمه به کلمه معما رو گوش کنید. نقاشی ها هم یک کم کمکتون میکنه. جوابتون رو به همراه دلیل کامنت کنید. توی ویدیوهای بعدی جواب معما رو میگم. سابسکرایب و لایک یادتون